شکیلا یکی از دهها خانمی است که به گفته خودش از اثر خشونت‌های خانوادگی مجبور شده است از شوهرش طلاق بگیرد. شکیلا میگوید که از جبر روزگار وادار شده است تا از شوهر و خانواده‌اش جدا شود. این خانم 1 سال پیش از شوهر طلاق گرفته است و تا اکنون در یکی از خانه‌های امن به سر میبرد. او تنها 2 ماه با شوهرش یکجا بوده است. مادرندرم مرا به ازدواج اجباری مجبور کرد، شب‌رسی کرد. وقتی کابل آمدم فکر کردم زندگی ما شاید از خانه مادرندر که برای ما بهتر شود، اما اینجا شوهر مقیم برآمد و آدم بسیار خراب برآمد و او از ما خواهش کرد که مرا بیادر او هم بستر شوم و بیادر او از ما استفاده کنه. وقتی که این گپ گفت ما قبول نکردم، اما بعد از او از مرا بیهوش کرد و بیادرش از ما استفاده میکرد که تا خودم هم خبر نمیشدم که از ما استفاده میکنند. بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حالی که آمار طلاق در افغانستان 67 مورد در سال 1388 بوده است، اما این آمار در سال 1389 به 75 مورد افزایش یافته است. در این میان شمار زنان نیز وجود دارد که منتظر فرمان دادگاه برای جدایی از شوهرهایشان هستند. زرمینه خانم دیگری است که در حال حاضر در یکی از خانه‌های امن به سر میبرد. او میگوید با وجودی که از سرنوشت خود به شدت نگران است، اما مجبور است از شوهرش جدا شود. شوهر من چرس میکشه، شراب میخوره، لدکوب میکرد، نانه‌ام نمیداد، خانه پدر بیادرایم نمیشت. زانه میشن، مجبور هستم که طلاق بگیرم. اما علت اصلی طلاق چیست و چرا آمار طلاق‌ها با گذشت هر سال به عوض کاهش افزایش می‌یابد؟ در این مورد فعالان حقوق بشر چنین میگویند. ازدواج‌های اجباری است که سر خانم‌ها یا سر دخترها به زور صورت میگیره و همچنان ازدواج‌های زیر سن میتونیم که مثال بزنیم که دخترها به سن اهلیت خود رسیده نمیباشند که از طرف فامیلایشان اینا به شوهر داده میشن. این هم میتونه یکی از علتایش باشه و بر علاوه از او خود هم خشونت‌های فامیل شوهر و خود شوهر باعث از این میشه که خانم ها باعث منجر به این میشن که طلاق خود بگیرن. و اما دین مقدس اسلام در مورد طلاق چی گفتنی هایی دارد؟ در این مورد عنایت الله بلیغ یکی از علمای شناخته شده کشور میگوید در صورتی که نتونه نظام زندگی را پیش برده نتونه، برای برش اسلام گفت اگر نشو از طرف زن بود یا از طرف مرد بود بین خود بشینن توافق کنن، حکم از اون طرف تعیین شود از این طرف تعیین شود، اگر هیچ راه دیگه نمیشد که برای دوام دادن بقای نظام زوجیت نبود، بعد از اون میتونن که طلاق بکنن. خود طلاق هم اگر با سبب اذیت و آزار میشد با او قسمت گناه است. با توجه به سنتی بودن جامعه افغانستان و حاکمیت مردسالاری در اکثر نقاط کشور، برخی از آگاهان امور به این نظرند که همساله ممکن است صدها و هزارها خانم مجبور باشند بدون رضایت با خشونت‌ها بسازند و صدا در نیارند.